سلام علیکم. خیلی مخلصم. چه خبرها؟ خوشیک زده؟ سریع با هم بریم سراغ برنامه ببینیم رضا اینترنشنال چی میگه. علی حسین الان فکر میکنم بعد از انقلاب جمهوری اسلامی داریم میبینیم که مردم هر سال دارن مهاجرت میکنن، تعداد داره همینجور بیشتر میشه. اما حالا دیگه رئیس جمهور هم میگه که مردم اگر که ناراحتن، در شرایط بدی هستن، باید مهاجرت کنن. این گفته چیز عجیب نیست؟ میگه رئیس جمهور به مردم گفته مهاجرت کنن. تیتر رو داشته باشید: توصیه پزشکیان به مهاجرت مردم. این خبر کی درست کرده؟ این اول بدو بعد از ویدیویی که از پزشکیان اومد بیرون سریع رفت توییت زد، بعد به اینا هم گفت بچه بشینیم جلوی دوربین به این خبره بپردازیم، منم براتون 3-4 دقیقه چرت و پرت میگم. نمیدونید چه ذوقی هم کرده بود. من نمیدونم چی باید بگم در این رابطه. واقعا پزشکیان چرا اومده گفته که مردم ایران با هم مهاجرت کنن؟ ببند دهنتو، ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. ملک الموت میگه وقتی میاد یخه آدمو میگیره که مرده، خب کجا بودی؟ میگه ضعیف بودیم نذاشتن. خب میگم میرفتید. کی گفت بمونی در این ذلت و بدبختی؟ اولایی که مأواهم جهنم، میگه اینا باید برن تو جهنم. این ماییم که باید بستری آماده کنیم که رفتن آزاد راحت باشه و جلو دست پای کسی رو نگیریم و کمک بکنیم که بتونیم به اون عزت و سربلندی برسیم و روز قیامت به عزت و سربلندی برسیم با مهاجرت. منظورش اینه که یه جا وای نستیم، حرکت کنیم. ببین کجا داره این حرفو میزنه آخه. جشن ملی توانمندسازی کمیته امداد آدم میره صحبت از مهاجرت میکنه. نه، نظر پزشکیان درباره مهاجرت اینه حالو. بیش از 50-60%، 70-80%شون میگن میخوایم بریم خارج. آموزشی باید تو دانشگاه ها و تو مدارس به دانشجوها داده بشه که اگر این دانشجو رو حتی بزنی حاضر نباشه مملکت خودش رو، آب خاک خودش رو ول بکنه و بگه من خواهم رفت خارج. کتکش هم زدن باید بمونه و بسازه، نره خارج، بعد بیاد اونجا این حرفا بزنه. من خواهم ماند و این مملکت رو درست خواهم کرد. من خواهم ماند و همه اون موانع و مشکلاتی که سر راه هست رو با علم و با دانایی و آگاهانه حل خواهم کرد. یه سری هم اومدن گفتن که نه، داره اشاره میکنه به استعفا دادن یا منظورش رفتن ظریفه، که به نظر هیچ کدوم از اینایی که میگن نمیاد. اینم دوباره یه نظر دیگهش درباره مهاجرت. اگر نظام تعلیم و تربیت را جدی گرفته بودیم جوانان سودای مهاجرت نداشتن. یه تنه با هم. خیلی خری علی حسین. خبره تعطیل موساد اینترنشنال، قبول دارید؟ زرد نیست، قهوه‌ایه دیگه تقریبا این رسان. خبر بعدی چیه؟ I want to thank President Trump. نوشته چی؟ نتانیاهو 2 نقطه. چی گفته؟ ترامپ تسلیحات لازم برای تمام کردن کار محور ترور جمهوری اسلامی را در اختیار اسرائیل گذاشت. وای خدایا خودت کمک کن، کارمون تمومه. جوری که این میگه ترامپ تسلیحات لازم رو برای این کار در اختیارش گذاشت. برو گم شو بابا. 200 تا کلاهک اتمی داری، فقط جیگر استفاده کردن ازشو نداری. چی بهت داده؟ بمبای 900 کیلوگرمی، بمبای بالای 1 تن. چجوری میخوای ازش استفاده کنی بدون کمک آمریکا؟ وارد آسمون ایران با چی میخوای بشی؟ آخه برد جنگندهات مگه چند کیلومتره که برن و تو ایران عملیات کنن برگردن؟ کاری ندارم. هدف از زدن این حرفا چیه که میبینید چند وقت هم خیلی زیاد شده حملات رسانه‌ای هدفمند که بیاد ایران سریع اعلام کنه دارای پدافنده هسته‌ای شده، بعد اینا بیان بگن آها دیدید داشت تا الان رو نمی‌کرد پدر سوخت. منتظرن این اتفاق قبل از کی بیفته. حالا فعال شدن مکانیزم ماشه. بیا برو جمعش کن. میخوای بدونی ما کجاییم الان؟ بغل گوشتیم. ادعای رسانه صهیونیست چی گفته؟ اطلاعات دیمونا به ایران فروخته شد، نیروگاه
هسته‌ای دیمونات الان اطلاعاتش پیش ماست، خودشون دارن میگن، رسانه‌های عبری زبون. یک مهندس اسرائیلی که دسترسی قابل توجهی به اطلاعات نیروگاه هسته‌ای دیمونا داشت متهم شده که اطلاعات مربوط به این مرکز فوق سری هسته‌ای اسرائیل را به ایرانیا فروخته. تهدید کنی، تهدید میکنی، تهدیدتو عملی کنی، تهدیدمونو عملی میکنیم، امنیتمونو به خطر بندازی، امنیتتونو به هم میزنیم. از دیمونات، نم از اطلاعات سامانه پدافندی گنبد آهنینت که 2 سرباز 21 سال زحمت کشید کامل در اختیار ما گذاشتن. چند وقت پیش خبرشو خوندم براتون، یادتونه؟ نه سراغه. ببین ماجرا اینجوریاست. نگرانه کی؟ اسرائیل. موافقت پوتین برای میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا، همون چیزیه که اروپا ازش خیلی میترسید. چی؟ کنار گذاشته بشه از مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران، کار سپرده بشه دست روسیه. همون چیزیه که اپوزیسیون هم به شدت ازش میترسه. مبادا یه وقت آمریکا مشکلش که با این حل شد یه اتفاقی بیفته و مشکلش با ایران هم حل بشه. در این رابطه ما پوتین برامون هیچ فرقی با آمریکا و اروپا نمیکنه، با همون چشم بهش نگاه میکنیم، با اینکه سگش به اونا شرف داره، با اینکه از لحاظ راهبردی با ما همکاری داره، قرارداد جامع مشارکت 20 ساله امضا کرده. ما مواضعمون در این رابطه مشخصه، نمیتونیم ازشون عقب نشینی کنیم. گفتیم باید تحریما برداشته بشه. حواسمون به همه چیزم هست که یه وقت مثلا چون این اتفاقات اواخر افتاده، ترامپ به خاطر پوتین زده تو دهن اوکراین، یه وقت اوکراین روسیه نیاد همین کارو با ما به خاطر آمریکا بکنه. نه، اصلا این اتفاق نشدنیه. چرا؟ چون ما اوکراین نیستیم. اوکراین تا اینجا به آمریکا وابسته است، ما تا اینجا مستقلیم، ما به هیچکی وابسته نیستیم، بلکه خیلی هستن خودشون به ما وابستگی دارن. حالا اهدافی که آمریکا دارن واسه خیلی ها مشخصه، این که یکیش که برجسته تر از هم هست اینه که میخواد روسیه رو به خاطر ضعیف کردن چین از چین دور کنه، بکشه سمت خودش. ما هم این وسط مراقب همه چیز هست. به نظرم باید الان روابط خودمون رو با چین حفظ که حتما میکنیم، بهبودم ببخشیم. یه مقدار اونجا از لحاظ سفارتخونه و اینا اخبار خوبی شنیده نمیشه، ولی حتما در این رابطه اتفاقای خوبی میفته. به زودی باید به نظرم یعنی طوری بشه. خبره بعد چون تاییدم شده بود این حرف از طرف سخنگوی وزارت امور خارجه خودمون اسماعیل بقایی، دیروز اومد گفت آره لاوروف یه چیزایی در این رابطه به ما گفته در دیدارش با عباس عراقچی. کی میگن این اتفاق افتاده؟ رسانه‌ای که این ادعا رو کرده میگن ترامپ با پوتین تلفنی حرف زده، با همدیگه تو ملاقاتی هم که داشتن لاوروف و مارکو روبیو وزیر خارجه دوتا کشور آمریکا و روسیه و آمریکا در این رابطه صحبت کردن. الانم سخنگوی کرملین گفته که قبول کرده روسیه میانجیگری مذاکرات بین ایران و اروپا.
خب ما میگم همچین خیلی هم همه چی رو نمیسپاریم این شرایط. به روسیه میبینم اون روزی رو که تو I want to thank President Trump. رابطت نمیدونم، شاید همچین اتفاقی بیفته، بد بشه با ترامپ، بینتون دعوایی شاید را بیفته. الان اومدی اینجا ازش تشکر کردی، قربون صدقش رفتی، ولی همین چند وقت پیش ترامپ اومد در مورد تو چه پستی رو بازنشر کرد، پستی که توش جفری ساکس استاد دانشگاه آمریکایی اومده بود به تو گفته بود حروم، یادتون هست؟ اومده بود گفته بود تو میخوای آمریکا رو پاشو باز کنی به جنگ با ایران، درسته؟ جمع اومده اینو گفته که چی؟ نتانیاهو دو نقطه: وقت آن است به ساکنان غزه آزادی ترک این منطقه داده شود. خیلی بی‌شرفی، چون الان نگران آزادی مردم غزه شده، قاتلشونه، 50,000 تاشونو کشته، فقط 15,000 تاش بچه بودن، الان براشون برای آزادیشون نگرانه. بیا برو گم شو. هدفش چیه؟ نره سراغ مرحله دوم آتش بس که تو اون مرحله مجبور میشه به چی؟ عقب نشینی از محور فیلادلفیا کامل از غزه باید خارج بشه و جنگ تموم بشه. دوست نداره یه همچین اتفاقی بیفته. همه این کارا رو برای چی میخواد بکنه؟ الان هم التیماتوم میگن 10 روزه داده به مقاومت که گفته یا این مرحله اوله رو ادامه میدی، هی تو اسیر آزاد کن، هی من اسیر آزاد کنم تا اسرا تموم بشه و بعد من بهت حمله کنم، یا نه 10 روز دیگه بهت حمله میکنم. همه این جنایات رو به خاطر این میخواد انجام بده که دولتش دچار فروپاشی نشه، خودش برکنار نشه. گفتم به یکی از اعضای کابینش اسموتریچ تندروه قول داده، احتمالاً قول ادامه این جنگو داده که تونسته اونو نگه داره. این بغلم داره یه همچین اتفاقی میفته. البته شده. سیسی گفته که طرح مصر برای بازسازی غزه فلسطینیان را در سرزمین خود نگه می‌دارند. اجلاس سران عرب بوده، مصر برگزار کرده تو قاهره برای مخالفت با طرح ترامپ واسه غزه. اصلا این جلسه رو گذاشتن، همه رو به روی این رئیس جمهور آمریکا دارن وای میستن. تعرفه ها رو گذاشت روی کالاهای کانادایی، مکزیک، با مکزیک هم همین کارو کرد، با چین هم همین کارو کرده. اون سه تا هم پاسخ متقابل دادن، همین کارو با آمریکا کردن. بازار سهام در این رابطه واکنش منفی نشون داد تو کشورش. این طرح میگه که تو 3 سال، حالا قطعا بالاتر از این تاریخ این اتفاق میفته، جا همه چیزو مثلا درست میکنیم. 6 ماه آوار برداری میکنیم. حالا یه جا خوندم 7 تا منطقه، یه جا خوندم 20 تا منطقه در نظر گرفته میشه برای محل اسکان مردم غزه. تو این مدت با 53 میلیارد پولی که میخوایم خرج کنیم، پولو کیا میدن؟ مثلا کشورهای عربی و اروپا خسارت و اینا زدن پول بازسازی، ولی خب اونا میدن و آمریکا میشینه نگاه میکنه. و خب آخرش هم مثل این که میرسن به قضیه 2 کشوری. و در رابطه با مقاومت فلسطین و ادامه اداره حکومت در غزه هم یه سری برنامه ها دارن که هنوز هیچی قطعی نیست. باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته، چون یه سری اخبار از این ور اون ور میاد بیرون که مثل اینکه مثلا مقاومت قبول کرده در ادامه حکومت در غزه نقشی نداشته باشه، ولی نپذیرفته که خلع سلاح بشه و سلاحش قرار نیست زمین بذاره. حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته.
خبر بعدی رو داشته باش. چی نوشته؟ اکانتای اپوزیسیونن نوشته 61 تن طلا از ذخایر بانک مرکزی جمهوری اسلامی معادل 6 میلیارد و 300 میلیون دلار 6 ماه اول امسال همزمان با جنگ اسرائیل و لبنان در این مملکت گم شده است. چه بلایی سر ذخایر طلا آورده اید؟ با این پول میشد چند استان ایران را از نو بازسازی کرد. بغلیش فهمیدین چی شد؟ فهمیدین یا خنگید هنوز؟ فهمیدین یا باید با میخ تو سرتون کنن؟ سال 88 که ترکیه 20 تن طلای ایران رو ضبط کرد، حاشا کرد، حالا که 61 تن طلای ایران رفته لبنان و پورس شده هم حاشا میکنن. این قوم غارتگر دارن مملکت به یغما میبرن. هشتگ فلان بغلیش چیز اون یکی. نه انگار خبر رو متوجه نشدید. 61 تن طلا هاپولی شده از پول مردم ایران، از حق بچه های بلوچ و خوزستان و ترکمن و گیلک و کرد، نه از حق کولبر و سوختبر و کودک کار. این یکی هم دوباره همینطور. ماجرا چیه؟ خبرنگاره شتون بلا مده اینجوری نوشته، بگیم اسمشو میبینید، حالا شاید خیلیاتون بدون. نگاهی به اطلاعات گمرک ایران نشان میدهد که در 10 ماه ابتدای سال 1403 چیزی حدود 81591 کیلوگرم طلا وارد ایران شده است، اما در مجموع تنها 4283 کیلوگرم آن در قالب 2 حراج شمش و سکه وارد بازار شده است. در واقع در این میان خبری از 61500 کیلوگرم طلایی وارد کشور شده نیست و نمیدانیم این طلاها کجا و در دست کدام ارگانیا نهاده است. باید به این بگید دیگه، دهنتون سرویس، هر کاری تو کشور میکنید بیاشار اطلاع بدید. لامصبا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اومد تکذیب کرد. تکذیب ادعای مطروح درباره گم شدن طلای بانک مرکزی شکایت از فرد منتشر کننده و تشویش کننده اذهان عمومی بانک مرکزی فلان و فلان و فلان. این حرفا اومد گفت کسی که اومده این حرفو زده بیش از این نیست سابقه محکومیت به اتهام تشویش اذهان عمومی را دارد. در مراجع صالح قضایی طرح شکایت خواهد نمود. بانک مرکزی اومد خودش اینجوری جواب داد: آقای قمری وفا، مجری سابق صدا و سیما، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اولا سابقه محکومیت روزنامه‌نگار برای احقاق حق مردم سند زرین و افتخار اوست. نداداش، اینجوری که شما میگی نیست که سابقه محکومیت روزنامه‌نگار برای احقاق حق مردم سند زرین و افتخار او باشه. نشون میده که شما حرفی که زدی اعتبار نداشته، مدی دروغ گفتی، نتونستی تو دادگاه از خودت دفاع کنی، سند نشون ندادی برای حرفی که زدی، انداختنت زندان. اصلا آپشن حساب نمیشه. اتفاقا نشون میده که حرفایی که شما میزنی الان ماجرا چیه. ثانیاً به حاشیه نروید. بانک مرکزی هم به ادعای بسیار شفاف و روشن من پاسخ دهد. بر اساس گزارش گمرک که 10 ماه گذشته 89 طلا وارد کشور شده. همون حرفایی که زده رو دوباره اومده تکرار کرده. ازش هم شکایت شده. مدیر مسئول خبرگزاری قوه قضاییه اینو اعلام کرد. بعد اومد گفت من رفتم مدارکمو دادم به دادگاه. مدارکش چی بوده؟ همون اطلاعاتی که خود بانک مرکزی گذاشته رو سایتش، اونا رو رفته اسکرین شات گرفته، اسکرین شات ها رو احتمالا پرینت کرده برده داده اونجا به خودشون. ولی الان همه مردم تقریبا فکر میکنن 61 تن از طلاهاشون گم شده تو این کشور، خوردن و بردن و هیچکی هم نفهمید. جوری هست. تو اکسپلور اینستاگرام برید وارد بشید، الان میبینید همون تیترایی که اینجا براتون خوندم. 61 تن طلای مردم ایران هاپولی شد. واویلا 61 تن از ذخایر ملی مردم دزدیدن و خوردن رفتن. درسته یا نه؟ بگید به این هر کاری میکنید دیگه، پولا رو هر جا میذارید و طلاها رو. اینو در جریان
قرار بدید لامصبا. Well, I just think you should be more appreciative. این از بی شخصیت کردن زلنسکی خوشش اومده، ول نمیکنه. لامصب. ترامپ 2 نقطه. زلنسکی باید بیش از اینها قدردان باشد. همچنان داره به له کردنش ادامه میده. میگه اروپا خسیس بازی در آورد، هم مرز با مثلا حالا اوکراین و روسیه، اون باید بیشتر از ما پول خرج میکرد، ما بیشتر پول خرج کردیم، ولش کن. میگه شنیدم که زلنسکی به اسوشیتد پرس گفته که اما او گفته است که فکر میکنم جنگ با روسیه زمان زیادی ادامه خواهد داشت و بهتر است که در این مورد اشتباه کرده باشد. اومد گفت اشتباه کردم، نه حالا اینجوری ها. اومد به نظرم داره زبون بازی میکنه، خودشو موافق مذاکره و توافق سریع نشون میده. اومده گفته من و تیمم آماده ایم تحت حمایت قوی آمریکا بریم بشینیم سریع به صلح برسیم، ولی گفته اونجا میخواهم جنگ را هرچه زودتر به پایان برسانم. ترامپ اومد گفت این تا وقتی که حمایت آمریکا پشتش باشه به جنگ با روسیه ادامه میده. چی کار کرد؟ کمک بهشو قطع کرد. دیگه آمریکا به اوکراین کمک نمیکنه برای ادامه جنگش با روسیه. بریم سراغ خبر بعدی که چیه؟ اینو داشته باش. واقعا چی شده؟ 33 سال هر چه در توان داشتم برای امیر عباس فخرآوره. اول بهتون بگم کیه بعد بخونیم با هم. 33 سال هر چه در توان داشتم برای تحقق آرمان و آزادی و دموکراسی در ایران به کار گرفتم. هنگام کنار نشستن شاید فرا رسیده است. راست میگه، همه زورش رو زد. بعضی وقتا هم قشنگ میشد از چهرش فهمید، کلش کامل قرمز میشد. بودی حالا لامصب کجا میخوای بری؟ تموم شد دیگه، نمیخوای مبارزه کنی با جمهوری اسلامی. چیزی نمونده بود، تو داشتی کله پاش میکردی ها، البته با خنده از دست تو داشت کامل روده بر میشد. همین امروز فردا بود که سقوط کنه. نرو تو بری ما به کی بخندیم؟ نرو لامصب تو بری. رئیس موساد بیاد آمریکا با کی بره مهمونی و پارتی؟ رئیس CIA به کی زنگ بزنه بره پیشش با هم دیگه بیلیارد بازی کنن؟ اگه بتونی بمونی خیلی خوب میشه. هر کاری از دست ما برمیاد در این رابطه بگو که تو باش همینجوری به مبارزاتت ادامه بدی و ما رو بخندونی. جارو نگاه کنید محبوبیت رو ببینید، قد دوستش دارن. 222 تا لایک خورده این پست، 976 تا منشن گذاشتن اون زیر، همه مسخرش کردن رگباری. این 222 تا لایک هم احتمالاً واسه اینه که خوششون اومده از اینکه تو داری کناری گیری میکنی، گفتن آفرین هرچه سریعتر برو کنار دیگه، مسخره بازی در نیار. خیلی مخلصیم، ممنونیم که ما رو خندوندی تا الان. اگه بتونی بازم این کارا بکنی خیلی خوشحال میشم. ممنونم از شما که این قسمت از برنامه رو نگاه کردید. تا یه خبر ریاکشن دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم با انرژی. خدا نگهدار. نرو لامصب.